فصل یک ما بر این اساس قرار گذاشتیم که یک مهمانی برای ما داره میاد و ما سعی میکنیم برای این مهمانی که میاد معمولا اون خونه آماده سازی های انجام بشه، از قبیل خورد و خوراک، غذا، گرم کردن خونه، مهیا کردن خونه. جوجه‌ای که برای ما داره میاد باید مرغدار محترم همکار من با کمک همکاران بنده یه سری شرایط مقدماتی فراهم کنن قبل از اینکه جوجه بیاد. به عنوان مهمانی که در واقع میشه گفت سرمایه‌گذاری عظیمی در این زمین انجام میشه، بهتره یه سری شرایط فراهم بشه، یه سری خرده‌کاری‌های نکات ریز و دقت بشه تا اون نهایت اون 45 روزی که به تولید انجام میشه به بهترین نحو انجام بشه. خب یه سری مراحلی هست، یه سری مسائلی هست که بهتر دقت بکنیم. با قرنطینه شروع میکنیم. قرنطینه یعنی اینکه یک جور با حصار شروع میشه، یعنی اینکه ببخشید در یک مرزی حساب بکنید شما در اطراف مرغداری که امکان اجازه ورود افراد نمیشه. این حصار حدوداً باید 2 متر طول داشته باشه، چرا که بعضی از بیماری‌ها مثلا بر فرض مثال آنفولانزای پرندگان و سگ و گربه در فواصل نزدیک به صورت قادرن به صورت انتقال مکانیکی انتقال بدن بیماری‌ها. پس وقتی حصاری باشه با طول 2 متر مسلما امکان ورود رو کم می‌کنیم. یا حتی بحث سوسک‌ها مطرح میشه، خیلی از سوسک‌هایی هستن که باعث بیماری میشن که این ورود رو هر جوری که میشه کم کنیم. به قول طبق نظر که از اساتید بزرگ ما، وقتی یک سیلی میاد شما هرچی سیل بند بذارید در حقیقت قدرت اون سیل رو کم کردید. خیلی ساده است. وقتی شما یک سیلی داره میاد و اطلاع دارید که این سیل داره میاد، اطلاع دارید چه عوارض مخربی میشه و میشه با سیل بندایی که بسیار با کم هزینه تر از مصرف یک آنتی بیوتیک در طول دوره خواهد شد، با این سیل بندها ما جلوی ورود بیماری رو بگیریم یا حتی به زبان ساده تر از شدت و قدرت ویروس کم بکنیم. پس مطلب اول قرنطینه است. قرنطینه رو من با حصار صحبت میکنم، حصاری که باید در اطراف مرغداری باشه، با طول 2 متر حداقل باید باشه. مطلب دوم ورودی ها. ورودی فرد، افرادی که میان داخل و ورودی ماشین باید کاملا جدا باشه. اینجور ورودی فرد با ماشین کاملا جدا. پرسنلی که افرادی که وارد میشن مشخصه چه افرادی میان چه افرادی و قسمت ماشین جدا. حتما در قسمت که ماشین میاد، ماشین حمل جوجه میاد، 2 تا مطلبه سعی کنین به اسم all in all out، یعنی جوجه یک دفعه وارد بشود و یک دفعه خارج بشود و سعی بشه مگر مواقعی که قرار دام یا در خودرو رو تا حد امکان باز نشه. پس جوجه یک دفعه وارد میشه، یک دفعه خارج میشه. این به خاطر خیلی از مسائل ایمنی که داره. و این در خودرو، در که برای خودرو هست، حتما باید به صورت شیبدار باشه، ورودیش حوضچه‌ای باشه که ضد عفونی‌ها توش اثر بزنن. دقت کنید شما باید حتما به فاصله هر 1 تا 4 روز به خاطر تأثیر آفتاب و نوری که هست و قدرت اون ضد عفونی رو کم میکنه، پس بهتره حتما شما هر 1 تا 4 روز عوض بکنید. از ترکیباتی میتونید مثل فنول، کلوروزول، ترکیبات 4 تایی آمونیوم میتونید تو این آب استفاده بکنید. و ورودی پرسنل هم کاملا مشخص باشه که امروز چه کسی اومده، چه ساعتی اومده. سعی کنید تا حد امکان از رفت آمد اضافه جلوگیری کنید. من خاطرم هست یکی از استادای خود بنده صحبت میکرد، میگفت ما وارد یک مرغداری شدیم، در آیفون رو زدن، هم مرغدار محترم گفت آی دکتر تشریف بیار داخل. همونجا همکار استاد بنده برگشت گفت وقتی مرغداری که همینجوری به من میگه آیفون میزنه میگه تشریف بیار تو، یعنی قرنطینه اول اصل اول رعایت نکرده. یعنی به هیچ وجه مشخص است این همکار بنده روز قبل کجا بوده یا به کدوم گله دیگه سر. پس حتما ورودی فردی که وارد وارد مرغداری بشه همون همون در ورودی، نه اینکه بهش بگین آقا تشریف بیار آقای دکتر خیلی خوش آمدید، نه، حتما همون ورودی کلیه ضوابط انجام بشه.
مطلب بعدی، میایم بعد از این میایم راجع به تجهیزات شستشو تجهیزات صحبت میکنیم که تجهیزاتی که قابل جمع آوری، سالن جمع آوری بشه. و بعد از اون یک اتاقی بذاریم به اسم اتاق قرنطینه که بهتر اینه که فردی که وارد مرغداری میشه حتما حمام دوش گرفته بشه. دقت کنین دوستان عزیز، بعضی از میکروب ها مثل مایکوپلاسما ها تا 3 روز میتونن در موی سر و 1 روز در مجاری بینی زنده بمونن. تأکید میکنم 3 روز در مجاری سر و 1 روز در مجاری بینی. خب ما نمیدونیم اون همکار بنده، اون دوست بنده، اون کارگری که اومده قبلا کجا بوده. پس بهتره حتما تأکید میشه با شامپو سرش بشوره. نگن زمستون سرده، یه بهانه‌های مختلف. دقت کنید که حتما سر شسته شه. پس ورودی افراد مشخص شد، میاد داخل، یک اتاقی باشه برای دوش گرفتن. در فارم های مادر هر چند وقت در همون اتاق هم دودزدایی میشه. ترکیبات مثل فرمالکس و آجر هست. در طول مثلا هفته 1 بار یا 2 بار حتما اون اتاق دودزدایی میشه که لباس فردی که در میاره و لباس مخصوص سالن میپوشه هم حتی رعایت بشه. مطلب بعدی که دارم به ترتیب میگم، فاصله بین دو دوره جوجه ریزیه. بین 2 دوره جوجه ریزی، بین این دوره و دوره بعد معمولا 2 تا 3 هفته فاصله میذارن. البته اگر همه چی منوط به این هست که دوره قبل ما تولید خوبی داشته باشیم، اما اگر مثلا تولید بیماری مثلا نیوکاسل داشته باشیم حداقل 45 روز باید فاصله داشته باشه. یا اگر بیماری‌های ویروسی دیگه باشه بهتره حداقل تا 1 ماه فاصله داشته باشه. چرا که ما به این میگیم یه جور ترکیب. وقتی شما فاصله بین 2 دوره میذارین، خب یک پدیده علمی به اسم آنتی بیوزیس، یعنی به زبان ساده تر تاثیر میکروب رو همدیگه میتونه قدرت اون عوامل بیماری‌زا رو کم بکنه. یا به زبان ساده تر وقتی ویروس میزبانش نباشه خود به خود یواش یواش از بین میره. پس بهتره فاصله رو رعایت بکنید. حداقل 2 تا 3 هفته به زبان خیلی ساده شما زمان استراحت دارید. پس شد 2 تا 3 هفته. بعد از اون مرحله، پس شد 2 تا 3 هفته و ما حالا شروع میکنیم به ترتیب مرحله بعد. اولین مرحله پس از خروج گله سمپاشی، به خصوص از سمپاشی از ترکیبات میتونین ارگانوفسفورس، هایپرمترینا استفاده کنین. چرا که سوسکایی که تو بستر هستن و بندپایان به زبون خیلی ساده مهمترین عامل انتقال دهنده ویروسی مثل گامبورو، مثل مارک و حتی کوکسیدیوس هستن. تجربه داشتم که دوره بود که مرغدار هر دوره درگیر گامبورو میشد. از وقتی که بین هر دورش با سمای سایپرمترین یا ارگانوفسفور استفاده کرد و سوسکار از بین برد، جالب بوده برای خود ما. اینقدر حتی با اینکه سمایی بود که حتی خارجی بودن و تاریخشون گذشته بود، اما اثرات بسیار خوبی دیده شد و مقدار دوره‌های بعد ما گامبورو خیلی کمتر تو اون گله‌ها دیده شد. مطلب دوم، پس 1 سمپاشی، 2 کود جمع آوری بشه. خواهش میکنم حتما این کود خیلی مطرحه که شما حتما این کود جمع آوری بشه. روش فرمالین بپاشین و یک نایلون بذارین روش که این بمونه تا زمانی که انتقال داده میشه. یا اگر هم قرار انتقال بده حتما رو ماشین اون کود نایلون به اصطلاح چادری بپیچین که این کود پخش نشه. چون این در حقیقت من تجربه خود بنده هم بوده، مرغدار همکارا بنده هم دیدن، مرغداریایی که ما میدیدیم در مسیر انتقال مثلا ماشینای حمل کود بودن، بیماری‌های ویروسی بیشتر دیده میشد. پس خیلی دقت کنید، حتما روی اون کود ضدعفونی بپاشید. وقتی مرغدار محترم خودش سالم باشه، اون منطقه آلودگی کمتر میشه. ما خودمون بعضی وقتا به نظر من باید رعایت کنیم تا بیماری کمتر بشه. مطلب بعدی، اگر داخل سالن پس کود رو میخوایم جمع کردیم یا خارج میکنیم. اگر دانی موند، مرغدار میگه آقا من یه مقدار از دانم موند، سعی کنن اون دانه بسته‌بندی کنن، بذارن با یه جور ترکیبات مثل فرماسین هست بسته‌بندی بکنن، بذارن نهایتش اگر قابل استفاده بشه روزهای آخر دوره بعدشون استفاده. پس کود جمع آوری شد، دان
جمع آوری میشه، بسته‌بندی داخل گونی، داخل انبار برای دوره‌های بعد قابل استفاده میشه. مطلب بعدی میایم سراغ وسایل. پس وسایل، اگر وسایلی که قابل جمع کردن هستش جمع آوری میکنیم، میذاریم در بشکه‌هایی که هست، میذاریم به مدت چند ساعت با ترکیبات بازم ضدعفونی‌هایی که قابل استفاده است، میگذاریم در اون قسمت بمونن به مدت چند ساعت که اون کاری انجام بشه. مطلب بعدی میایم شروع میکنیم پس به سالن الان کود خالی شده، وسایلی که قابل باز شدن جمع آوری میشه، میره داخل، اگر بشکه‌هایی از داخل ضدعفونی میذاریم اونجا و مرحله بسم الله شروع میکنیم برای اقدامات بعدی. اولین کاری که میتونیم بگیریم یه هواگیری باید با باد بگیریم که گرد و خاک‌هایی که در قسمت‌های بالای سقف هست وارد پایین بیان، چون خیلی وقتا گرد و خاک در قسمت‌های بالایی هست که قابل امکان اومدن نیست، پس باید بادگیری هواگیری بشه اون گرد و خاک‌ها پایین بیان. و بعد از اون شروع میکنیم بسم الله شستشو میدیم با آب گرم، شستشو با آب گرم و مواد شوینده. مواد شوینده ای که باید تاکید میکنم مثل همین الان شما خیلی معمول هست و داریم میبینیم که تایدای چند آنزیم اومده، موادی باید استفاده بکنیم که هم کاتیون ها و هم آنیون ها رو پاک کنه و حتما در صورت امکان یک بررسی به کارگرمون بدیم که بله این قسمت رو بررس بکشه، بعد با آب گرم پرفشاری که ماده ضدعفونی‌هایی که ترکیبات چند منظوره توش باشه که شوینده خوبی باشه که هم ترکیبات کاتیون ها و آنیون ها مثل الان تایدای مختلفی اومده، نمیگم تایدا بدن، اما تایدا بعضی از تایدای مثل تایدای چند منظوره‌ای که اومدن ما باید تمامی موادی که باقی مانده از قفس رو به خوبی پاک بکنه. چربی ها حتما فضولات مرغ باید تمیز و پاک بشه تا بتونه مراحل بعدی انجام بشه. پس حتما با آب گرم، ترکیبات ضدعفونی کننده، حتما با بررس کشیدن انجام بشه. اون موادی هم که میتونیم بذاریم داخل بشکه، میتونیم ترکیبات 4 تایی آمونیوم بگیریم، 1 ساعت موادی که قابل جمع کردن، دستگاه قطعاتی از سالن که میشه جمع کردن میذاریم 1 ساعت در داخل بشکه بمونه تا برای حل بعد برای استفاده. پس شوینده ما باید چند منظوره باشه، تاکید میکنم این سر این چند منظوره بودن، چرا که بعضی از ویروس ها مثل آنفولانزا ترکیبات لیپیدی دارن، پس ما باید حتما اون چربی اطرافش رو بتونیم پاک بکنیم تا بتونیم استفاده بکنیم.